زمانه. حکومت امام زمان 309 ساله از روزی که ظهور فرمودند، 309 سال تمام دوران حکومت حضرت، به تعداد سالهایی که اصحاب غار در غار بودند. بعد از ایشان دوران حکومت جهانی آقا امام حسین، بعد از امام حسین دوران حکومت آقا امیرالمومنین به مدت 44,000 سال و بعد از ایشان رجعت بقیه امامان. اگر ملتی عقل را چراغ راه خود قرار ندهد، خوار و ذلیل شده و هر خرافاتی را میپذیرد. دوران حکومت آقا امیرالمومنین به مدت 44,000 سال. حکومت امام زمان 309 ساله.